سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. منم دقیقا مثل خیلی از شماها تو بازار بیت کوین سرمایه گذاری کردم و در حال حاضر تو ضررم. یکی از بزرگترین ترسام همون لیکوید شدن یا از دست دادن کل سرمایه‌مه. اما یه ترفند ساده وجود داره که میتونه مثل یه جلیقه نجات عمل کنه و فاصله شما رو از نقطه لیکوید بیشتر کنه. اسم این ترفند رو میذاریم خرید و فروش پلکانی در روند نزولی. چطوری؟ خیلی ساده است. وقتی قیمت بیت کوین یا هر ارز دیگه ای داره ریزش میکنه و به نقطه لیکویدتون نزدیک میشه، با یه مقدار پول اضافه مثلا 10 یا 20% از سرمایه اصلیتون دوباره خرید کنید. بدون سرمایه هم میشه که توضیح میدم. این خرید جدید میانگین قیمت خرید شما رو پایین میاره. حالا صبر کنید تا قیمت حتی یه مقدار کم هم که شده بالا بره. همون مقدار ارزی که تازه خریدید رو بفروشید و با این کار یه سود کوچیک میکنید و در این حال پول نقدتون برمیگرده. با تکرار این کار شما مدام دارید میانگین قیمت خریدتون رو پایین میارید و در نتیجه نقطه لیکویدتون هم به سطح پایینتری منتقل میشه. اینطوری فرصت میکنید که دوباره بازار برگرده و از ضررهای بزرگتر جلوگیری میکنید. من خودم اینجا یه خرید زدم، قیمت پایین، بالاتر فروختم، اینطوری قیمت لیکویدم پایین اومده، مقداری سرمایه من برگشت. حالا بعضی از شما میگید پول نقد نداریم، پول نقد دیگه نداریم، چیکار کنیم؟ حالا شما میتونید بخشی از پوزیشنتون یا ارزی که دارید رو بفروشید، مثلا 20% رو نقد کنید، بعد منتظر بمونید تا قیمت بازم پایین‌تر بره، همون پول نقد رو دوباره تو قیمت‌های پایین‌تر خرید بزنید. صبر کنید تا بازار حتی یه مقدارم که شده بالا بره. وقتی قیمت رفت بالا میتونید همون مقدار رو دوباره بفروشید.